با سلامی دیگر باره به بینندگان بینیت عزیزی رادیو زودی و من شالوگل خوجه هستم که چون همیشه در ساعت 10 با وقت پراگ برای شما در چند دقیقه سرخط خبرهای روز رو خواهم گفت و منتظر همه شما عزیزان در برنامه خبری میشم که ساعت 1 با وقت پراگ یعنی رسو 3 ساعت پس پیشنهاد شما خواهد شد. قرار است بعد از نصف روزی امروز در ژنو هیئت حکومت تاجیکستان به پرسش‌های سازمان ملل متحد وابسته به حقوق انسان جواب بگوید. نمایندگان تاجیکستان که اساساً از وزارت عدلیه، دادستانی و دیگر نهادها عبارتند از پیش به بسیاری از این سوالها و در حجم 36 صفحه جواب دادند. همکاران ما این نشست مهم را پیگیری دارند و فکر میکنم در برنامه خبری ما در این مورد حتما گزارش خواهیم داشت و میبینیم که کدام مسئله های مربوط به نقض حقوق انسان در تاجیکستان مورد توجه قرار خواهد گرفت. یک سازمان عمومی حقوق خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اجازتنامه کاری برای تصفیه خبرنگاری رادیوی آزادی را برگردانند. کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویورک روز 1 ایول با نشر یک بیانیه رسمی همچنین گفت مقامات باید استفاده اجازتنامه را به حیث وسیله برای سانسور بس کنند. گلنوزه سعید، هماهنگساز برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته، در این بیانیه گفته است حکومت تاجیکستان پیوسته اجازه کار به حیث ابزاری برای مانع شدن به نشر گزارش‌های تنقیدی و نظارت بر نشر اطلاع استفاده کرده است. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید از وزارت امور خارجه و دفتر مطبوعات آن رسما شرح خواسته است ولی تاکنون پاسخی نگرفته است. ضمناً وزارت کار خارجه برای یوسفی را روز 26 ایون از حق کار محروم نمود. هنوز به پخش آغاز نکرده از مجوز محروم شدند و یا چرا تلویزیون مستقل اوریانور در شهر پنجکند نتوانست برنامه‌هایش را به بینندگان پیشنهاد کند. هنوز هفته گذشته مسئولان این تلویزیون گفته بودند که در جشن وحدت ملی رسما به پخش برنامه‌های خود شروع می‌کنند و هدفشان نیز پر کردن خالیگاه اصلاحاتی در پنجکند و اطراف آن است. خب البته چون و چرا این موضوع را در برنامه مطرح خواهیم کرد و ضمناً قرار بود اوریانور در ابتدا برای 11 ساعت در شبانه روز خبر گزارش پخش نماید. این هم در حالی است که شرکت توجیک تلرادیوکوم میگوید در حال حاضر مردم منطقه همسرحد به ازبکستان حدود 27 شبکه گوناگون تلویزیونی ازبکستان را تماشا میکنند. و پرزیدنت آمریکا پس از اعلان خبر افزایش اورانیوم غنی شده از سوی ایران گفت جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز به این تحولات واکنش نشان داده است. ایران در نوبت خود میگوید که هیچگاه به فشارهای آمریکا تن نمیدهد. آمریکا سال گذشته از سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران بیرون شد و ضد تهران تحریم‌های نو جاری کرد. ترامپ بارها خواستار مذاکره با مقام‌های ایرانی برای دستیابی به یک سازش نو شده است ولی رهبران جمهوری اسلامی این درخواست را رد کردند. تحریم به تازگی جاری شده به احتمال زیاد حیات ایرانی‌ها از جمله جوانان را باز هم دشوارتر خواهد کرد. در این باره در برنامه امروز گزارش خواهیم داشت. کلکی زرین به اوزار سلیم این جایزه به شاعری توجیک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تقدیم شده است. آزمون برای دریافت جایزه کلکی زرین از سال 2010 دایر می شود و در آن همه ساله شاعران و نویسندگان فارسی زبان با پیشنهاد کتاب و اشعار اشتراک میکنند. درباره شعر معروف اوزار سلیم که در یک سال اخیر بیش از 20 راننده توجیک با آن آهنگ بستند در برنامه خبری صحبت خواهیم کرد و البته باز چندی از مطالب نیز هست در دست ما که در برنامه خبری برای شما بینندگان عزیز خواهم گفت. یعنی فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو با شما ملاقات خواهیم داشت.